من یک خواهش دارم از پدران، از بزرگوارانی که در روسیه قرار دارند. درست است که شما تقریبا 30 سال می شود که شب و روز مهنت میکنین، عذاب میکشین، تحت فشارهای ملیسه ها، تحت فشارهای مردم روز، تحت بدترین شرایط قرار دارین، اما مهنت میکنین شبانه روزی در روسیه تا که شرایط ما فرزندان و پیوندها خوب باشد، تا ما پیش کسی سرخم نباشیم. واقعا دست شما را باید بوسید. شما مردها، شما قهرمان های امروزه ما مردمی تاجیکستان هستیم که اکثریت از حساب شما زندگی ما را پیش میبریم. چی بلاگر باشه، هر کی نباشه، ما وابسته زیاد به معاشای و پولی که شما روی میکنه روسیه وابسته اونه. 100% باوری دارم که بسیار شما نه فقط معاشای خودتان، بعضا وقت با قرض میگیرید در بالای معاشای خودتان میمونه. تاجیکستان روی میکنه که تا پیش دوست و دشمن ما فرزندها، عائله های شما مثلا چینی سرخم نباشند، بهترین انسان های شما. اما از شما خواهش میکنیم از همه او پلوی که تاجیکستان روی میکنین برای خودتان فقط 10,000 یا 3,000 شهر قدم بمانید. در 10,000 3,000 چیکار میشود کرد؟ در 200 300 روبلش میشود که یک دیزه درند خرید و 1000 میگشت در یک ماشینکای ریش پسکنی، تا که شما بتونین حداقل 2 روز بعد 3 روز بعد همین ریشوار به ترتیب بدرارین. پشتوی گردن کمتر کانتوفکا کنین. در یک خانه تا 5 کس 6 کس زندگی میکنین. یکی از اونا را بگو برادر بیایم پشت ما کانت پشتوی مو سر ما کانتوفکا کنه. این کار انجام میده، کاری خیلی نیست. ریشوار که خودتون میتونین بعد از درام تا که احتیاج به کمک ندارین. درسته که وقتی شما کار میکنین یا که شب در یک شرایطی به حد وزمین خواه میشین، سحر دوش کردن نمیتونین، آبوزی کردن نمیتونین، برای که روسیه خیلی که شما دست رستوریکا کار میکنین، منالید میریزین، در حالت بیزیبین، اگر شما دوش کنین کسل میشین. درست است که دیگه انسان عرق میکنه، یک بوی از او میبره. برای ما مردم تاجیکستان، برای ما فرزندها، پیوندهای شما، والله قسم این بوی شما از دوخیای شنل و دیگر عروسا بالاتر، از 1000 عروس شما بالاترین و این بوی شما از میلیون عروس بالاتره. برای ما این را قدر میدونیم. اولوهای دست شما از مرسیدس ها و لکسوس های عروسا برای ما بالاتره. ما این چیزا قدر میدونیم، اما عروس های چیزا نمیفهمند. وقتی که داخل اتوبوس میشین از تنه شما کنار میروند. این عیب است. شاید شما این چیزا را در مشغول فکرهای در چگونه بتونم در تاجیکستان زندگی من بهتر بکنم، چگونه میتونم که زندگی من خوبتر و خوبتر بکنم. در مشکلات زندگی داره این چیزا اهمیت نمیتین، اما اکثریت ما جوانان چیزا میبینیم که در درون اتوبوس، درون مترو، وقتی که یک آدمی از 35 40 بالا میره و مشکلات زندگی زیاد داره، با یک لباسهای بسیار کوری میره و حتی با خودش اهمیت نمیتین، همین عروسای بوگینه که بوی بدی اخلاقی دارن، اونو از تنشون دورتر میرون، ناراحت خودشون نمایان میکنن و از تنه شما دورتر میرون، نسبت شما فکرهای بیزیب میکنن. اگر شما ریشاتون کانتوفکدگی باشه، کمتر همین بوی تنه اگر خوبتر باشه، البته در نزد او نزد ما شما بهترینه. برخورد همین ملیسه هاشم، برخورد مردم خودشم دیگه خیلی میشوه. شاید بعضی‌ها مرا خطا بفهمند، من واقعا من قدردانی میکنم. من خودم یک مهاجرم، من خودم شب و روز در پی رزق روزیم، من هم هزار یک مشکل دارم. این چیز درسته. من نمیگم که از دیگران بوی خوشتر میکنیم یا که دیگر شرایط خوبتر دارم. ما در اینجا برآمدیم که کمبودی یک دیگر پیشنهاد به یک دیگر بکنیم تا در بین ملت های دیگر همین خودمان خوب نشانده داده بتونیم. من در تاجیکستان عبدالرحمنم، خودت عبدالله و دیگری سعیده، اما در روسیه همه ما یک نام داریم. برای روس ها ما یک نام داریم، تاجیک. ما نمایندگی از تاجیکستان میکنیم، از تاجیک ها میکنیم. برای همین برادرها بزرگوار عزیز، برای خودتانم کم وقت جدا کنین، برای خودتانم کم پول جدا بکنین. قسم به خدا ما پیوندها در تاجیکستان، عائله های شما، یعنی که مادرای ما را میشوند، خواهرای ما را میشوند، به خدا هیچ وقت نمیگن که پول بسه دیگه روی نکنی، ماده بسه.
یگان وقت فهمیدی در مدت 20 سال 25 سال 10 سال 15 سال که کار میکنی یک زن یک خواهر گفته باشه که شوهر جان اکا جان بچه جان انا پل روی نکرد یکی مدت بسه این خیلی کم میشنوه شرایط همیه که هر قدر که روی کرد هم قدر شرایط او را طلب میکنن مصرفش میکنن برای همین کوشش کنه که در قدر توانایی حداقل 2000 3000 هر ماه یک جا کنار بگذارین تو برای خودتونم کمی زندگی کنین اگر ایرا بتونین که در یک ماه 2 روز 3 روز برای خودتون جواب بگیرین برین ساونا اودیخ بکنین برین لوای آب جاهای سبزه یک کمتر راحت بکنین اعصابتون آرام کنین این با خوب میشود شاید ما یک ماه 2000 3000 روزی کمتر بگیریم شاید شرایط ما کمتر بدتر بشه اما با اینم عادت میکنیم ما هم عادت میکنیم به هیچ پلی کم داشتن شما هم برای خودتون زندگی کنید خداوند همه شما را نگهبان باشه هر چیز زودتر مردم از این مهاجرت از این دربدری و وطن بر بگردن و در تاجیکستان عزیز بتونیم که زندگی خوب و آسایشته داشته باشیم و زندگی خودمان در اوج آباد کنیم در نزد خویش تبار فرزند اهل اقربا. سلام علیکم و رحمت الله.